عرض سلام و ادب خدمت تمام فارسی زبانان دنیا. با یه آموزش کاربردی دیگه در خدمتتون هستم. این بار تکثیر گل زیبای دیفنباخیا. اول یه آفرین بگم به شما که عاشق گل گیا هستید و دارید این کلیپ رو تماشا میکنید. آفرین. خب بریم سراغ این کلیپ. ابتدا با یک کاتری که ضد عفونی شده، دیفنی که ساقش بلند شده رو قطع میکنیم و بعد میذاریمش توی یک ظرف آب. یادتون باشه آبی که استفاده میکنید حتما جوشیده باشه. درصد اینی که تیکه ساقه رو توی ماسه بکاریم و ازش انتظار سبز شدن داشته باشیم خیلی کمه. سبز نمیشه. خب این کلیپ هم تموم شد. سابسکرایب یادتون نره، فالو یادتون نره، زنگوله منگوله رو هم حتما در نظر داشته باشید. خیلی دوستتون دارم و عاشقتونم.